ماجرای رژیم صهیونیستی و فلسطین رو من یک بار خیلی کوتاه عرض بکنم، چون حسم اینه که ذهن مخاطبین عزیز پر از سواله. یعنی گاهی میبینم بعضی ها رو که با ماجرای فلسطین خیلی بیگانن. سال 1948 یهود صهیونیست که میدونید ما یهودیان غیر صهیونیست هم داریم، یعنی یهودیانی داریم که اصلا با ماجرای صهیونیست و اسرائیل و اینها کاملا مخالفن. یهود صهیونیست که رهبرشون هم تئودور هرتز بود و پایه‌گذارش بود، بنیانگذارش بود، اینها از سال 1948 ماجرای اشغالگری خودشون رو شروع کردن. یک دروغ بزرگی که اینها به دنیا گفتن این بود که گفتن آقا فلسطینی ها خودشون اومدن زمیناشون رو فروختن به صهیونیست‌ها و خودشون مقصرن. ببینید اون مقدار زمینی که در ابتدای کار افتاد دست صهیونیست‌ها چند تا حالت داشت. یا اون زمین‌هایی بود که انگلیس ظالمانه، چون میدونید انگلیس 30 سال قیومیت فلسطین رو در دست داشت، اومد ظالمانه یه بخشی از زمینا رو داد به صهیونیست‌ها. یا یه مقداری از زمین‌ها رو فئودال‌ها و زمینداران و ملاکان بزرگ غیر فلسطینی فروختن به یهودی‌ها که اینا هیچ دلسوزی برای فلسطین نداشتن. یه بخشیش هم خود مردم که چون اینا میدونید نزدیک به 10 برابر قیمت زمین‌ها پول میدادن. حالا مجموع همه این زمین‌ها کمتر از 8% از زمین‌های فلسطین هستش که بعضی از سندها میگه کمتر از 6%. یعنی اینا صاحب زمین خاصی نبودن توی فلسطین که میگن آقا زمیناشون رو فروختن. بعد ادعای باطل هم دیگه تا دلتون بخواد، میگن 2000 سال پیش فلسطین متعلق به یهودی‌ها بوده. مثلا شما تصور کن یکی الان بیاد در خونه‌تو بزنه بگه 500 سال پیش، من نمیگم 2000 سال، بگه 500 سال پیش این زمین مال ما بوده، از خونت بیا بیرون. چیکار میکنی؟ همین اندازه ادعاهاشون احمقانه و بچگانه است. بعد با این ادعاهای بچگانه 75 سال یک کشور رو به هم ریختن، مسلمونا رو آواره کردن. اینا تازه یه بخشی از ظلم‌هایی بود که اینا دارن انجام میدن، یه بخش کوچیکی از ظلماشون، عامل ایجاد 10 تا جنگ تا الان توی منطقه. این خیلی عجیب نیست که اصلا شما چرا این حرفا به گوشت نمیرسه؟ اینا صاحبان رسانه‌های جمعی بزرگن، بعضی از این رسانه‌های غول‌پیکر بزرگ با توان انتشار بالا متعلق به صهیونیستاست و اینا به شدت اخبار رو سانسور میکنن. اصلا شما اسم قانا به گوشت خورده؟ این که اونجا صهیونیستا چه جنایتی انجام دادن؟ این خاخام‌های صهیونیستی گفتن آقا ریختن خون مردم مباهه. چقدر جنایت کردن توی ماجرای قانا. من خواهش میکنم یه جستجویی بفرمایید توی فضای مجازی، یه پژوهشی بکنید، کتاب‌هایی هم نوشته شده. چقدر اونجا کودک کشتن، چقدر انسان کشتن. یه بلایی سر این پیکر شهدا آوردن، اصلا 18 تا پیکر قابل شناسایی نبود، روش فقط نوشتن کودک ناشناس، زن ناشناس، مرد ناشناس. بر علیه ایران هم که دیگه تا دلتون بخواد دارن کار میکنن. ایران یه قدرت مقابل اینا وایساده. هر جایی مردم عزیز، هر جایی شما پروژه تجزیه طلبی ایران رو دیدید، بدونید رد پای یهود صهیونیست اونجا هست. شما رد پای صهیونیست رو اونجا میبینید. چرا؟ چون اگر ایران تجزیه بشه قدرت ایران هم تجزیه میشه. اینقدر ظلم کردن. بعد ما ببینیم قرآن به ما امر میکنه، اهل بیت به ما دستور میدن، پیغمبر فرمودن اگر صدای مظلومی رو شنیدی، دیدی یک ظالمی داره یه جایی ظلم میکنه، برات مهم نبود، فلیس به مسلم، اصلا مسلمون نیستی. نفرمودن ایمانت ضربه میبینه، نمیدونم ایمانت خدشه‌دار میشه، اصلا مسلمون نیستی. یعنی لازمه مسلمان بودن اینه که آدم اگر صدای یک مظلوم رو میشنوه یه حرکتی بکنه.